با سلام و درود فراوان و آرزوی بهترین ها خدمت دوستان و بینندگان عزیزم. امروز تصمیم گرفتم کوکوی کدو سبز رو بهتون آموزش بدم. این کوکو واقعا خوشمزه و مقویه و برای کسایی که دیابت دارن بسیار مفیده. وقتتون رو نمیگیرم و با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. مواد لازم برای تهیه کوکوی کدو سبز: کدو تقریبا بزرگ 2 عدد، پیاز نگینی خرد شده 1 عدد، زرشک 1 قاشق غذاخوری، آرد گندم 2 قاشق غذاخوری، فلفل دلمه‌ای رنگی نگینی خرد شده 3 قاشق غذاخوری، فلفل، زردچوبه، نمک به میزان لازم، پودر سیر 1 قاشق چایخوری در صورت دلخواه، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، ماست سفت 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ درشت 3 عدد. خب عزیزان، قبل از هر چیز کدوهایی رو که داشتیم کاملا میشوریم، خشک میکنیم و با پوست رنده میکنیم. رنده کردن کدوها خیلی مهمه، فقط به یک طرف باید بکشید، یعنی کدوها رو با دنده درشت به این شکل فقط به سمت بالا بلند میکنید، به سمت بالا بلند میکنید، به سمت بالا. این باعث میشه که کدوهاتون به رشته های بلندی خورد بشه و زیاد آب نندازه. به این شکل کاملا کدوها رو هر دوتاشو رنده میکنیم. وقتی تمام کدوها رو به این شکل رنده کردیم، همونطور که میبینید به رشته های باریک و بلند رنده شد. چون کدو خیلی آب میندازه، ما 1 مقدار نمک روش میریزیم، کمی هم میزنیم و حدود 5 دقیقه کنار میذاریم تا کاملا آب خودشو پس بده. وقتی که آبو پس داد، کدوها رو توی صافی میریزیم، کاملا آبشو میگیریم. حالا من 5 دقیقه زمان میدم تا کدوها آب خودشونو پس بدن. تا کدوها آماده میشن، ما 1 مقدار روغن داخل مایتابه میریزیم و پیازایی رو که به شکل نگینی خورد کرده بودیم کاملا سرخ میکنیم. خب عزیزان، وقتی پیازامون در همین حد که سرخ شد، ادویه ها رو اضافه میکنم. 1 مقدار فلفل، زردچوبه، پودر سیر. پودر سیر رو اگر سیر دوست نداشتید میتونید از توی غذاتون حذفش کنید. زرشک رو اضافه کنید. حرارت رو کم کنید تا موادمون نسوزه. فلفل دلمه‌ای، یه تفت کوچیک که خورد، حرارت رو خاموش میکنیم. حرارت رو خاموش میکنم، میذارم تا مواد کاملا خنک شه. میریم سراغ کدوامون. خب عزیزان، یه ظرف گذاشتم، یه آبکش داخلش گذاشتم و کدوهایی رو که نمک زدیم داخل اون میریزیم. ببینید چقدر آب انداخته. باید کاملا آب کدوها رو بگیریم. اگر آب کدوها رو نگیرید، کوکوتون
ولو میشه. سعی کنید حتما آب اضافی کدو کاملا گرفته بشه. حالا با پشت قاشق کاملا فشار بدید تا آب اضافیش کاملا گرفته بشه. تا اونجایی که میتونید فشار بدید تا هرچی آب اضافه داره گرفته بشه. همونطور که میبینید آب کدوها کاملا گرفته شد. میذاریم کنار. اگر بخواید کوکوهاتون پف زیادی داشته باشه حتما جداگانه تخم مرغ‌ها رو توی یک ظرف میشکنیم. با همزن دستی کاملا میزنیم. کاملا بزنید تا از لختگی دراد و تخم مرغ‌ها یک دست بشه. 2-3 دقیقه که بزنید کافیه. بیکینگ پودر رو به تخم مرغ اضافه میکنیم. شروع میکنیم به زدن. ماستیرم که داشتیم به موادمون اضافه میکنیم. سعی کنید از ماست سفت استفاده کنید تا کوکوتون شل نشه. آردم کم کم به موادمون اضافه میکنیم. نمکم اضافه میکنم، یه مقدار خیلی کم چون به کدومون نمک زدیم. حالا این مواد رو به کدو رنده شده اضافه میکنیم. حالا تو این مرحله تخم مرغایی رو که داشتیم به کدوهایی که آبش رو گرفتیم اضافه میکنم. این کوکو واقعا خوشمزه است. خب یه مقدار هم میزنم. بعد از اینکه پیاز داغمون خنک شد به موادمون اضافه میکنیم. من گذاشتم کاملا پیاز داغ و موادی که داخلش بود خنک شده. حالا به موادمون اضافه میکنم. همونطورم که میبینید روغنش خیلی کمه. کاملا مواد رو با هم مخلوط میکنیم. کاملا مواد رو میزنیم تا یک دست بشه. حالا مایتابه رو روی حرارت میذاریم تا داغ بشه. میتونید هم قاشق قاشق داخل مایتابه بریزید و به مثل کتلت به تیکه های کوچیک سرخ کنید. هم میتونید به یک باره بریزید و به شکل درسته داخل مایتابه سرخ کنید که من میخوام به روش دوم، یعنی همه رو کامل بریزم داخل مایتابه. بریم برای سرخ کردن موادمون.
خب عزیزان، مقدار خیلی کمی روغن داخل مایتابه ریختم. این کوکو روغن خیلی کمی مصرف میکنه، نیاز نداره روغن زیاد بریزید. اجازه میدیم یه ذره روغنمون داغ شه. داغ که شد، همونطور که گفتم هم میتونید به وسیله قاشق تیکه تیکه به این شکل، من تیکه ایشم بهتون آموزش بدم، به این شکل یه قاشق بردارید، گوشه مایتابه به این شکل سرخ کنید. یا من میخوام کامل همه رو بریزم و یه کوکو گرد و خوشگل داشته باشم. تمام مواد رو میریزم، کاملا سطحش رو صاف میکنم. کاملا سطحش رو صاف کنید، حرارت رو کم کنید و در کوکورم بذارید تا کاملا مغز پخت بشه. حرارت زیرشم باید کم بشه. درشم میذارم و اجازه میدم با حرارت ملایم یه طرف کوکو سرخ بشه، بعد برمیگردونم طرف دیگه‌ش هم سرخ میکنم. عزیزان، یه طرف کوکو ما کاملا سرخ شده. من میخوام اینو به همین شکل بدون اینکه برش بخوره برگردونم. یه مایتابه دیگر رو روش میذارم و کوکو رو برمیگردونم داخلش به همین راحتی. کوکو رو یه مقدار با دست به سمت وسط میکشم و دیگه نیازی نیست درش رو بذارم و اجازه میدم تا طرف دیگه‌شم کاملا سرخ بشه. خب عزیزانم، کوکوی کدو سبز ما آماده شد. من اونو با هر چی که تو منزل داشتم تزیین کردم و تقدیم میکنم به همه بینندگان عزیزم. همونطور که دیدید این کوکو بی نهایت راحت آماده میشه، مرغوم به سرفصل و در عین اینکه راحت، خوشمزه و مقویه و برای کسانی که دیابت دارن عالیه. همینطور برای کسانی که چربی خون دارن کدو بسیار مفیده. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه آموزش دیگه، شما دوستای گلم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.